تو دون که خواه ریان است خواه ولایت یا جمهوری حاکم اساسی کاتب دوم حساب می آمد. همه دیگرگونی ها شکست و ریخت که در جمهوری به وقوع می آیند با راه و کانال های مخصوص کاتب دوم به مسکو می رساند. قاعده چون این است. پارچه از رمانی نویسنده میرزا نصرالدین سعیدزاده با نام نون شریکی 100 سال با روسیه. نویسنده 100 سالی زیر سلطنت روسیه قرار داشتن تاجیکستان را در سیمای قهرمانی اساسی اثر جاوید منصوروف رئیس یک کلخوز در وادی وحش با تصویر کشیده است که چگونه او با عذاب و ناعدالتی های آن زمان روبرو می شود. صرف بدی است، صرف تقدیر یک نفر انسانی تاجیک جاوید منصوروف است. دیگرش همش وسیله های یاررسان برای کشودن خاراکتر و تقدیر این آدمی که همیشه اندیشه میکند، تلاش میکند، سادگی ها دارد، مهر محبت دارد، جان میکهاند، میافتد، میخیزد و عذابی که در محبس و دیگر چیزا. برخی ادبیاتشناسان گفتند این اثر برای نسل امروز بسیار مهم است. فوجیه یک نفر نبود. جاوید منصوروف فوجیه ملی بود. فوجیه ملی بود. لیکن ببینید که ما در اون وقت مشاهده کار بودیم، از دور نگاه میکردیم، در پیش چشمای ما کوال هر چیزی که میخواست میکرد. ما صدا بلند نکردیم، ما محاکمه نکردیم، نمیتوانستیم. این دیگر گفت ممکن هم نبود، لیکن این خوب نیست. این خوب نیست. این خوب نیست. تو که یکون از یک حادثه 50-100 سال گذشته بعد گوییم ما این بر ضرر ما است. ما مشاهده کار بهتر. خب بله، دویمش نه تنها همچون مشاهده کار بلکه بی‌طرف هستیم. بی‌طرف الجبایف گرفتن دیگرش گرفتن. خب تو بی‌طرف و این یک همین فوجیه نی، خیلی فوجیه هایی که در تاریخ ما هست که ما بی‌طرف هستیم. گذشته از این بدیش در آن است که ما مستقیما بعضی همون اشتراک میکنیم، سهم میگیریم، تهمت میزنیم، دروغ میگوییم. عبدالنبی ستارزاده با توجه به حادثه‌هایی که در این کتاب انعکاس یافته است میگوید از فاجعه‌های 100 سال گذشته باید عبرت گرفت تا دیگر بار تکرار نشوند. همین پرابلم ها شهر یافتگی است. مسئله اضافه نویسی الجبایف سال 1961 بود. مثال اینقدر وقت گذشتگی است، حالا همین یک تحقیق همین که همین چه بیان نیست. انا در همین اثر یک حرکت است که از کجا آمد این بسری ملت ما، بسری الجبایف. در اثرتون خیلی خوب سبب‌های همین حادثه ها بیان کرده است که مسکو با سیاست نادرست خود با شخصان همین ملتگرا روسیه ترمین دارن، ولی که روز که شوینیزم بله همین شوینیزمشون که در همون سالهای 30 بود اوج گرفت. این ناباوری به خلقهای ملت، به ملت‌های دیگر. همه وطن ما استر میگفتیم، یادتون باشه وطن هم استر میگفتیم، لیکن همین ناباوری باعث چه گردید؟ باعث زوال، تنزل و برهمخوری استر گردید. سبب اساسیش همین است. نونی شریکی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گوناگونی را به میان گذاشت. بعضی‌ها از آن توصیف نمودند و برخی انتقاد. چون این بحث‌ها نیز باعث توجه و خریداری و مطالعه بیشتر این اثر شده است. به نظر سیاستشناس عبدالله راهنما مناسبت تاجیکستان با روسیه روشن است و با وجود امضای چندین سند و حجت‌های همکاری در ذهن مردم پرسش‌هایی هست. در عمل بسیار گپ‌ها و بسیار مناسبت‌هایی است که برای ذهن جامعه، ژورنالیست‌ها، خواننده‌ها، مردم سوال می‌آفرد. این مثلا مناسبت با مهاجران، مناسبت با مسائل گوناگون. بنابراین هنوز همین گروه‌های هستند که اگر به روسیه کمی ایراد گیری حکم گیری داره یا که جانبداری کنی یا مخالفت کنی، برای همین مثلا هنوز حل نشده است. از این رو من میگم که شاید
یک 100 ساله گذرد بعد ما میراث شوروی را با میتیم. ما میتونیم بعد آخرین خواهش من از استاد همین است که به نظر من استاد یک جرأت کرده همون دوره را نقد کرده است. انا که وقتی که جانبداران این دوره برخواستند استاد حال خودش سفید کرده است، اینی در کار نیست. شما دفاع در گذشتید که نه خیلی نگفتم، مقصدی نبود، هدفی نبود. شما بگید مقصد اگر همون بود چرا شما آغاز نکنید یک دوره نقدی همون دوره را اگر اساس داشته باشد، اگر اساس داشته باشد و بدبینانه نباشد و همون فاجعه رو ماهیتش نشان داده باشید، هیچ جایی بدی نیست. شما همون جوابی که نشتید من حس کردم که اگه گفتن در حق شما خوب نیست و کمی تشویش شدید که او قبول شد چه میشد، همین احساس میشد. بنابراین شما همون خطتون اگر دوام تید برعکس یک کشویش در همین مسئله در محیط فکری میشد خوب است. درباره تاریخ توجیکان اثرهای گوناگونی نوشته شده است، ولی در رمان نون شریکی میرزا نصرالدین سعیدزاده بعضی قالب‌شکنی و افشای کمبودی‌های 100 سال پیش به طور مؤثر انعکاس یافتند. کسی که اندکی گویم که استعداد داشته باشد، اندکی خصلت نویسندگی داشته باشد، به گذشتهش نگاه میکند که چی شد گذشته ما. امروز ما به کجا میرویم؟ هر چیزی که من نوشتم، هم نون شریکی، هم آتش در خانه قدیم و شب دشوار، اون چیزی که در همین نگاه من بود، در وجود من بود، اون چیزی که من دانش داشتم، همین کتاب‌ها نویسوندم. خیال میکنم که یک نگاه تاریخی باید باشد به خواننده ما. اگر هرچند که ما هر زیادتر هرچند نگاه تاریخی داشته باشیم، این برای خواننده خوب است. فقط نگاه همین که مردم دانند گذشته ما چی بود.